حکایت سینباد دریاگرد. چنین گویند که در اهل خلافت هارون الرشید در شهر بغداد مردی بود به چیز و پریشان حال که سینبادی حمالش می گفتند و پیوسته بارهای گران می برد و از مزدی بارکشانی روزی می خورد. اتفاقاً روز از روزها که از اثر آفتاب آهن می گداخت، سینباد باری وزنین برداشته می رفت. از شدت گرما و گرانی بار رنجور گشته عرق از جبینش می ریخت تا اینکه به در خانه بزرگان رسید که آن را آب زده و رفته بودند. آن مکان هوایی داشت جانفزا و در پهلوی در خانه دهلیزی بود. بار بر دهلیز گذاشت که کمی راحت کند. نسیمی معطر بر وی بیامد. از آن نسیم خوشحال شده در کنار دهلیز بنشست و از آن خانه نغمه و آوازهای خرسندی آور و الحانی گلخانی نغمه سنج به گوشش آمد. وی خوشوقت شد. در حال برخاسته به خانه درون رفت. در میان خانه باغی دید بزرگ و در آن باغ غلامان و خادمان و همه گونه اسباب عیش و بزرگی آماده یافت. در آنجا بوی خوش طعامها به مشامش آمد. سینباد حمال پس از کمی راحت کردن خواست که بار برداشته روان شود. ناگاه پسری خردسال و نیکوروی و زیباقد از خانه برآمد و آستین حمال گرفته گفت: به خانه درآ که خواجه‌ام تو رو می‌خواند. حمال دید که از گفته پسر سر نتواند پیچید، جز رفتن به نزد خواجه علاج نیست. در حال بار را در دهلیز خانه به دربان سپرده خود با همان پسر به خانه درآمد. خانه دید که بنای آن از نشاط ریخته و هوای آن با طرب آمیخته است. در آنجا بزم یافت خرم و مجلس خوشتر از باغ ایرم که برادران صفا و خداوندان وفا در آنجا مجلس نشسته و به حدیث در پیوستند و از همه گونه نقل و میوه و گل و ریحان و خوردنی های لذیذ و باده صاف انگوری فرو چیدند و اسباب سماع و طرب از چنگ و عود، نی و دف، کنیزان خوشبوی را در کف است و هر کدام در مقام خویشتن و ترتیب نیکو و آیین خوش صف کشیدند. و در صدر مجلس مردی بود محترم که آثار پیری در او پدید و موی سیاهش سفید گشته بود، ولیکن خوش صورت، نیک منظر و خداوندی هیبت و وقار و عزت و افتخار بود. سینباد حمال از مشاهده آن حالت مات و مبهوت شد و با خود گفت که این مکان خوش از مکانهای جنت و یا خانه یکی از پادشاهان است. آنگاه با کمال ادب پیش رفته مجلسیان را سلام داد، ایشان را دعا گفته زمین ببوسید و سر به زیر انداخته بایستاد. صاحب مجلس او را به نشستن دستور داد و به نزدیکی خود خواند و او را خوش آمد گفته از بحر دلجویی او با او آغاز سخن کرد و همه پرسید تا که سفره پهن کنند و خوردنی های لذیذ و نکرو حاضر آوردند. سینباد حمال پیش آمده نام خدا به زبان برد و به قدر کفایه خوردنی بخورد. دست شسته شکر نعمت به جا آورد. آنگاه
صاحب خانه گفت نام تو چیست و چی صنعت داری؟ سینباد حمال گفت ای خواجه نام من سینباد حمال است که باری مردم به دوش کشم و موز گرفته صرف زندگانی کنم. صاحب خانه تبسم کرده به او گفت ای حمال بدان که تو با من هم نامی و مرا سینباد دریاگرد نام است. مرا قصه است عجیب که می خواهم تو را از آن با خبر کنم و تمامت ماجرا را که پیش از این نیکبختی و توانگری بر من رفته و تو بازگویم. بدان که من این سعادت نیافتم مگر پس از رنجهای سخت و مشقتهای بزرگ و بیمهای بسیار، و بدان که من بسی رنجها بردم و 7 سفر کردم و هر سفر مرا حکایت‌های عجیب روی داد که از شنیدن آنها عقل حیران شود. سفری یکم. حکایتی نخستین که در سفری یکم اتفاق افتاد این است که مرا پدری بود از بزرگان چون او وفات کرد من دست به مال نهادم و در خوردن و نوشیدن صرف کردم. با جوانی ساده باده می خوردم و با دوستان هر روز در بوستان به سر بردم و گمان من این بود که مرا مال پایدار خواهد بود و این حال به من سود خواهد بخشید. پس من دیرگاهی به این حالت بودم. وقتی که به عقل خود بازگشتم دیدم که مال از دست من بیرون رفته، حالم به ملامت اندر شده، از انجام کار ترسیدم. حکمت سلیمان بینی داوودی علیه السلام را که شنیده بودم به خاطر آوردم. وی فرموده بود که 3 چیز از 3 چیز بهتر است: روز مرگ از روز ولادت، سگی زنده از شیر مرده و قبر از قصر. پس از آن برخاسته آنچه از مال و ملکم باقی مانده بود بفروختم و 3000 درم جمع آورده به خاطرم گذشت که به شهرهای دور سفر کنم. پس در آن هنگام دامنی همت به میان استوار کردم و بضاعت تجارت خریده به شهری بصره روان شدم. از آنجا به جمع از بزرگانان به کشتی نشسته و شب و روز به دریا همی رفتم و از جزیره به جزیره، از دریا به دریای همی گذشتیم. به هر مکان که می رسیدیم می خریدیم و می فروختیم تا اینکه به جزیره رسیدیم که باغی داشت. چون باغی بهشت ناخدا کشتی به کنار جزیره راند. هر کس که در کشتی بود به جزیره در آمدند و کانونها ساخته آتش بیافروختند و هر یک به کاری جداگانه مشغول گشتند. یکی جامه می شست و یکی سیر می کرد. من از جمله سیر کنندگان بودم. الغرض اهل کشتی به خوردن و نوشیدن و شوخی و بازی مشغول بودند که ناگاه ناخدا در کنار جزیره بایستاد و با آوازی بلند بانگ برزد که ای ساکنان کشتی و ای طالبان نجات، بشتابید و به کشتی درآیید و آنچه مال دارید بر جای گذاشته جانهای خویشتن را نجات دهید و خود را از هلاک برهانید که این جزیره نیست بلکه ماهی است بزرگ که از آب بیرون آمده، ریگ‌ها به او جمع شده، درختان به او رسته، مانند جزیره گشته است. چون شما آتش بیافروختید گرمی به او اثر می کند و همین ساعت از جای جنبیده تمام شما را به دریا فرو ریزد
و همگی غرق خواهیم شد. اکنون به سرعت برخیزید و خویشتن را از هلاک برهانید. ناخدا چون بخت بلند بود بانگ زد. همه ترسیدند. کاندونها و اسباب بر جا گذاشته به سوی کشتی بشتافتند. یک قسمشان به کشتی رسیده، یک قسمشان نرسیده بودند که جزیره به جنبش آمد و به قعر دریا فرو رفت. هرچی که بر آن جزیره بود در دریا غرق شد. من نیز از آنان بودم که در دریا غرق شدند، ولیکن خدای تعالی مرا خلاص کرد و نجات را روزی من گرداند. یک تخته چوبین بزرگی که در آن جامه می شستند مرا پیش آمد. من تخته بگرفتم و بر او بنشستم. چون از جان گذشتن دشوار بود، ناچار مانند غوکان آب را به پای خویش می بریدم و شنا می کردم و موجها نیز از پس و پیش مرا یاری می کردند. اما ناخدا بادبان کشتی برافراشت و با کسانی که از غرق نجات یافته و به کشتی در آمده بودند روان شد و غرق شدگان را نگاهی نکرد. مرا پیوسته چشم به کشتی بود تا اینکه کشتی از نظر ناپدید شد. آنگاه من هلاک را یقین کردم و از زندگی ناامید شدم. پس از ساعت شب در آمد. همه شب را بر روی تخته در میان موجها به سر بردم و یک شب و یک روز دیگر با همان حالت بودم که باد مراد یاری کرده مرا به سوی جزیره برد. دیدم که درختان آن جزیره به سوی دریا آویخته بودند. من شاخی از آن درختان گرفته در همان حالت مرگ از شاخ به درخت برآمدم و از آنجا به جزیره آمدم. گوشتی پایهای خود را دیدم که ماهیان خوردند و زخم کردند، ولی من از ترسی که داشتم ندانستم. پس مانند مردگان در جزیره بیفتادم و تا روز به همین حال بودم. چون آفتاب بر من بتابید به خود آمده پایهای خود را دیدم آماس کرده، گاهی با دستها گاهی با زانوها این سو و آن سو رفته از میوه های جزیره می خوردم و از چشمه های آنجا آب می نوشیدم تا پس از چند شبانه روز روان من بر تن بازگشت و ناتوانی من به توانایی بدل شد. عصای از درختان جزیره ساخته به کف گرفته به آن تکیه کرده در اطراف جزیره می گشتم. دیرگاهی به این حالت بودم تا اینکه روز از روزها در کنار جزیره می گشتم. از دور یک سیاهی پدید شد. گمان بردم که از وحشیان و جانوران دریا است. در حال به سوی او برفتم. دیدم اسبی بزرگ است که در کنار جزیره بستند. چون به او نزدیک شدم شیهه‌ای بلند زد. از او ترسیدم که ناگاه مرد از زیر زمین برآمده از پی من روان شد و بانگ بر من زد و گفت کیستی و از کجایی و سبب آمدن تو به این مکان چیست؟ گفتم یا جناب بدان که من مردی غریبم، با جمع از یاران خود غرق شده بودم. خدای تعالی تخته پاره به من برسانید. بر آن تخته بنشستم. او مرا در روی آب همه آورد تا به این جزیره رسانید. آن مرد چون سخن مرا بشنید آستین مرا بگرفت و گفت بیا با من. با او برفتم. مرا به سردابه که در زیر زمین بود ببرد و از آنجا به خانه بزرگ که در زیر زمین بود برفتیم
و مرا در صدر مجلس آن خانه بنشاند. خوردنی آورد، من به قدر کفایه بخوردم. پس از آن ماجرای من پرسید. من تمامت حکایت خود را باز گفتم. از قصه من در عجب شد. گفتم ای خواجه، تو را به خدا سوگند می دهم، اکنون به من بازگو که تو کیستی و در این مکان از بهر چی نشسته ای و این اسب را در کنار دریا به چی جهت بسته ای؟ آن مرد گفت بدان که ما جماعت هستیم در اطراف این جزیره پراکنده ایم و ما صاحبان رمه های ملک مهرجان هستیم و همه خیل های ملک در زیر دست ماست. هر ماه بهترین خیل ها را به این جزیره آورده در کنار دریا ببندیم و خود در سردابه زیر زمین پنهان شویم، چنان که کس ما را نبیند. آنگاه اسب‌های نرینه دریا به بوی مادیان ها به در آیند. این سو و آن سو نگاه کرده کسی را ندیده در حال به آن مادیان ها بجنگند و به آنها در آمیزند. پس از آن همه خواهند که مادیان ها را به دریا برند. مادیان ها به سبب قیدی که دارند نمی توانند رفت. آنگاه اسپان از نرفتن مادیان ها شیهه برآورند. ما در حال از سردابه بیرون رفته بانگ به اسبها بزنیم، آنها ترسیده از مادیان ها دور شوند و به دریا فرو روند. مادیان ها از اسبان دریا حامله می گردند و هرچی از نرینه و مادینه بزایند به قیمت گران فروخته می شوند و در روی زمین نظیر ندارند. و همین روزها هنگام آمدن اسبان دریاست و اگر خدا بخواهد تو را برداشته به سوی ملک مهرجان برم تا که شهر ما را تماشا کنی و بدان اگر به ما جمع نمی آمدی جز ما کسی دیگر در این مکان نمی دیدی و در اینجا می مردی، ولیکن من تو را سبب زندگی شوم تا به شهر خود بازگردی. من آن مرد را دعا کردم، به احسان او شکرها گفتم و ما در گفتگو بودیم که نرینه دریایی از دریا برآمد و فریاد زده به مادینه بجست. چون از کار خود فارغ شد خواست مادینه را با خود به دریا برد، نتوانست. آنگاه لگد زد و بانگ برآورد. صاحب خیل چوگان و طبل به دست گرفته از سردابه بیرون رفت. چوگان بر طبل زد، یاران خود را آواز داد. در آن حال جماعت با نیزه ها به در آمدند و فریاد می زدند که اسب دریایی از ایشان بیرمید و به دریا رفت. آن مرد اندکی بنشست که ناگاه یاران او بیامدند. هر یکی از ایشان افسار اسب در دست داشتند. چون مرا نزد او دیدند از حالت من جویا شدند. من حکایت خود را به ایشان نیز بگفتم. ایشان سفره پهن کردند، خوردنی بخوردیم. آنگاه برخاسته سوار شدند و مرا نیز بر اسب بنشاندند. شبانه روز همه رفتیم تا به شهر ملک مهرجان برسیدیم. ایشان به نزد ملک رفته قصه مرا به او باز گفتند. ملک مرا بخواست، مرا به حضور ملک برده در پیشگاه بداشتند. من او را سلام دادم، ردی سلام کرد و مرا مبارکباد گفت و حرمت کرد و ماجرای من بپرسید. من تمامت سرگذشت خود بیان کردم. از حادثه من عجب آمدش. به من گفت ای فرزند، به خدا سوگند تو را اجل نرسیده بوده است که از این سختی ها خلاص یافته ای.
آنگاه مرا بینواخت و بزرگی و نویسندگی بنده را به من سپرد. من در این خدمت او بایستادم و او نیکویی ها به من میکرد و شفاعت های مرا قبول می نمود و دیرگاه در نزد او بودم و هر کشتی که به ساحل می رسید من از ساکنان کشتی بغداد جویا می شدم که شاید کسی از بغداد مرا خبر دهد تا من با او به سوی بغداد روم، ولی کسی از بغداد نشانه نمی داد و هیچ بزرگان او را نمی شناخت. من از این کار حیران بودم و از درازی غربت تنگدل شدم. به این حالت به سر می بردم تا اینکه روز از روزها به نزد ملک مهرجان رفتم و در پیش او جماعت از هندوها دیدم. ایشان را سلام دادم. ایشان رد سلام کردند و مرا خوش آمد گفتند و از شهر من پرسیدند. من نیز از بلاد هندوها جویان شدم. ایشان را به من بینمودند که مردمان گوناگون هستند و ایشان طایفه بودند که هرگز شراب نمی نوشیدند و مرا آگاه کردند هندوها که 72 فرقه هستند و در مملکت ملک مهرجان که جزیره کابلش می گفتند جزیره دیدم که در آن جزیره همه شب آواز دفها و طبلها شنیده می شد، ولی هیچ کس در آنجا دیده نشده بود. در یک دریا ماهی دیدم که درازی او 200 ذراع بود و ماهی دیگر نیز در آنجا دیدم که روی داشت مانند روی بوم و در آن سفر عجایب و غرایب بسیار دیدم که اگر پاره از آنها شرح دهم سخن دراز کشد. خلاص پیوسته من در آن جزیره ها می گشتم و هر آنچه در آن جزیره ها بود تماشا می کردم تا اینکه روز از روزها در کنار دریا عصا به دست گرفته به عادت معلوم ایستاده بودم که ناگاه یک کشتی بزرگ پدید شد که بزرگانان بسیار در آنجا بودند. چون کشتی به بندر رسید ناخدا بادبان فرو پیچید و طناب در ساحل محکم بست. اهل کشتی هرچی بضاعت در کشتی داشتند بیرون می آوردند و من یک یک می نوشتم. آنگاه از ناخدا پرسیدم که چیزی در کشتی ماند یا نه. گفت آره ای خواجه، پاره بضاعت ها به کشتی ماند، لیکن صاحب آنها در یکی از جزیره ها غرق گشته و اکنون بضاعت او در نزد ما برای نگاهداری مانده است. قصد ما این است که آنها را فروخته قسمتشان را در شهر بغداد به فرزندان و پیوندان او برسانیم. من به ناخدا گفتم نام صاحب بضاعت چی بود؟ گفت سینباد دریاگرد نام داشت که در دریا غرق شد. چون من سخن ناخدا بشنیدم با دقت نظر کردم، او را بشناختم و فریاد بلند برآورده به او گفتم ای ناخدا، بدان که صاحب بضاعت منم و مرا نام سینباد دریاگرد است که با جمع از یاران از کشتی به جزیره فرو آمدم. چون ماهی که ما بر روی او بودیم به جنبش آمد، تو بانگ بر ما زدی هر کس که توانست به کشتی بازگشت و هر کی نتوانست غرق شد و من نیز از غرق شدگان بودم. ولیکن خدای تعالی مرا با واسطه تخته بزرگ که اهل کشتی بر روی آن جامه می شستند خلاص داد و با این ساحل سلامت رسانید. در جزیره بیرون آمدم و در آن جزیره با یاری خدای تعالی با خادمان ملک مهرجان جمع آمدم. ایشان مرا به این شهر آوردند. من در خدمت ملک بایستادم. او مرا بزرگی و نویسندگی بندر بداد و این بضاعت که در کشتی است از آن من است. چون سینباد دریاگرد این بگفت، ناخدا گفت
سبحان الله، از برای هیچ کس امانت نمانده. ای ناخدا، این سخن را سبب چیست که من قصه خود را به تو گفتم؟ ناخدا گفت چون تو شنیدی که من گفتم در نزد من بضاعتی هست و صاحب او غرق گردید، اکنون همه خواهی که آن مال را غصب کنی و این مال تو را حرام است. من به چشم خود دیدم که صاحب این مال با جمع از یاران خود غرق شدند. تو چگونه دعوا میکنی که صاحب بضاعتی؟ من با او گفتم ای ناخدا، قصه من بشنو و سخنان من به گوش دار تا راستی به تو آشکار گردد که دروغ شیوه منافقان است. پس از آن به ناخدا تمامتی سرگذشت خود را از وقتی که از بغداد به در آمده بودیم تا به روزی که به جزیره برسیدیم و سخنانی که میان من و او گذشته بودند بیان کردم. در آن هنگام ناخدا و بزرگانانی که در کشتی یاری من بودند راستی سخنم را بدانستند و مرا بشناختند و به سلامتی من تهنیت گفتند و همگی سوگند یاد کردند که ما باوری داشتیم که تو از هلاکت خلاص شوی و از غرق شدن نجات یابی، ولی خدای تعالی عمر تازه به تو ارزانی داشت. پس از آن بضاعت را به در آوردند، نام من بر آنها نوشته یافتند و هیچ چیز از آنها گم نشده بود. در حال برخاستم، آنها را بکشادم و چیزهای قیمت بها را به هدیه ملک برداشته با جمع از اهل کشتی به نزد ملک رفتیم. ملک را آگاه کردم که این کشتی همان است که من در آن بودم و بضاعت من در این کشتی مانده بود، به نقصان به دست من آمد و این هدیه از جمله آن بضاعت است. ملک از این سخن حیران شد و راستی سخنانم بر ملک آشکار شد و چیزی بسیار در مقابل هدیه به من بخشید. آنگاه هرچی داشتم بفروختم و بضاعت بسیار از متاعهای آن شهر بخریدم. هنگامی که این بزرگانان قصد سفر کردند، من نیز بضاعت خود را در کشتی نهادم و به نزد ملک رفته شکر احسان او را به جا آوردم. پس از آن سفر را دستوری خواستم. ملک رخصتی سفر داد و مال بسیار به من بخشید. ودا گفتیم. من به کشتی در آمدم و با اذن خدا سفر کردم. بخت سازگار گشته قضا یاری کرد. پس از چند روز به سلامت به شهر بصره برسیدیم. زمان اندک در آنجا دم گرفتیم و از نزدیک شدن به شهر خویش شاد بودم. پس از آن به سوی بغداد روان شدم. چون به بغداد رسیدم، بضاعتی به پایان و مال بسیار با خود داشتم. از کشتی به در آمده به خانه خود رفتم. همه فرزندان و پیوندان و یاران من جمع آمدند و به بقای من شادمان شدند. پس از آن بندگان و کنیزکان خریده خادمان و غلامان ترتیب دادم. خانقاه و کاروانسرای‌ها و باغ‌های زیادتر از اوله سرشته کردم و به عشرت و موافقت با دوستان می نشستم. همه رنج‌ها و مشقت‌ها که در غربت برده بودم فراموش کردم. بیم و هراس که در سفر روی داده بود جملگی از خاطر من برفت و به عیش و نوش به سر می بردم و پیوسته در این حالت بودم. این سرگذشتی سفری نخستین من بود. فردا حکایتی سفری دوم از 7 سفر نقل خواهم کرد. پس سینبادی دریاگرد سینبادی همال را ضیافت کرد و 100 مسخال زری سرخ به رسم انعام به او بداد و گفت امروز ما را بنواختی و با صحبت خود ما را سربلند ساختی. سینبادی همال زرها گرفت و حمد و ثنا گویان از آنجا بازگشت. از این سرگذشت
غایتی تعجب داشت و آن شب در منزل خود بخفت. چون بامداد شد برخاست و به خانه سینباد دریاگرد بیامد. چون در نزد او حاضر شد، سینباد دریاگرد او را حرمت نمود و به خود نزدیکتر بشیناند. چون باقی یاران حاضر شدند، خوردنی و نوشیدنی از بهر ایشان بیاوردند. خوردنی و نوشیدنی بخوردند و بنوشیدند. ایشان را طرب روی داد و خوشوقت شدند. آنگاه سینباد دریاگرد حکایت گفتن آغاز کرد و حکایت دوم نقل کرد. انا همین بود سرگذشت یکمی سینباد. ما درباره سفرهای دیگری سینباد دریاگرد در آینده به شما نقل‌ها خواهیم کرد. شاد و ممنون باشید.